قسمت سوم تبدیل 500,000 تومان به 206 مشکی. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ همونطور که داخل پست‌ها دیده بودیم ما با بودجه‌مون رفته بودیم وسایل ساخت سنگ مصنوعی گرفتیم. 5 کیلو پودر سنگ که کیلو 33,000 تومان بود، چند تا تل، یه ست دکوری انگار با 2 تا هم اردوخوری بهش میگن، با یه رنگ گرفتم 90,000 تومان. بقیه وسایل هم که داشتم. بریم برای ساختش. اول از همه از کسایی که داخل این مسیر من حمایت میکنن خیلی تشکر میکنم و ازشون ممنونم. بعد یه عذرخواهی بهشون میکنم بابت فیلمبرداری ضعیف و کیفیت دوربین بد که در ادامه جبرانش. حالا من چون هیچ تجربه از ساختش ندارم و رفتم اونجایی که خریدم ازشون پرسیدم، گفتش که اول از همه وقتی میخوای ملات رو باید درست کنی، ملات رو میخوای درست کنی نسبت مثلا 100 گرم پودر سنگ ریختی 30 گرم باید آب بریزی، یعنی 30% از اون وزن تو باید آب بریزی. حالا ما اینجا ترازو بریم و میخوام این اردوخوری اول از همه درست کنم. $400 گرم پودر سنگ میزنم. 396 دقیقاً 400 میشه. حالا با 120 گرم آب بریزم عشان صفر شد. $120 حالا باید همشه زن. برای اردوخوری تنه در کوچیک اول این کامل درست میکنم تا باید باشته سانیه باید بس سخت هم میکنم. من اینجا سرعت زیاد میکنم داخل ویدیو. اینجا الان 5 داریم از اسمش کردیم که سریعتش رو خیلی طول میشید و من با این مدد 400 گرم با آب صفحه 520 گرم خواهم این آدمت رو درست کنم برای بکنیم. اول یکم چربش کنم چون تغذیه یکم چربش کنم بهتره. نه واقعا یکم چربش کنم. حالا که چرب شدش بهم گفتش که سوزنی باید بریزم. امیدوارم قشنگ بگم. ویدیو سریعتر کنم که حوصله‌تون سر نره. آره اضافه اومد. اما این لباشو میگیرم. بعد بهم گفتش که ضربه بزن.
باهوش در اینم از نیمه کاره. بقیه هم که درست کنم بهتون داخل یه عکس یا یه ویدیو بهتون نشون میدم. بعد بهم گفتش که بعد از 3 روز میتونی رو در بیاریم و رنگش کنی و سنباله بکشی و جزو دکوریت بشه. اینم از این. سلام بچه‌ها، من اومدم بعد از اون 2-3 روزی که بهتون گفته بودم میخوام از قالب این وسایلم کارامو در بیارم، سنباله بکشم و رنگشون کنم. درشون آوردم. از قالب خیلی سخت بودش چون تجربه‌ای هم نداشتم. شد یک دونه اردوخوری 7 تیکه یا 7 قسمته. به نظرم تمیز در اومد. یک دونه اردوخوری 5 قسمته تر برگه و یه ست دکوری. اینی که اینجا میبینید یه آدمکه یک دونه گای شم گرفتم، حالا بسته به سلیقه‌ش کنم. 2 تا از این دکوری ست گرفتم کوچیک بزرگ که میتونم روش شم بذارم، میتونم ساده بشه. من اینو خام همونجوری عکس گرفتم و عکس کردم با تصویر میبینیم گذاشتمش توی اپلیکیشن دیوار و قیمتش رو گذاشتم 600 تومن. بهم پیام دادم سوال پرسیدم قیمتش رو گرفتم 600 تومن رنگ نشده رنگ می‌کنی؟ گفتش که نه من خودم رنگ مورد علاقه‌ام خودم دارم می‌خوام انجام بدم، همین بدین به من. حالا امروز باید ساعت فکر کنم 3 بعد از ظهر باید برم سر قرار بهشون تحویل بدم که اگر هم اجازه بدن ازشون فیلمبرداری کنم مدل تحویل. حالا یکی از طور تحویلش باشه. سلام بچه ها، همه ساعت 4 من رفتم کارمو بهش تحویل بدم و فیلمبرداری کنم ساعت 3. اول که اجازه فیلمبرداری نداد، بعد پرسجو کرد من برش سوال شد، کارمو توضیح دادم، پیجمو بهش معرفی کردم. خیلی خوشحال شد. یه خانم خیلی خوشحال شد و یه بچه درخواست کرد 400,000 تومن بیشتر از اون قیمتی که من گذاشته بودم به ما داد. بعد کار گفته میبری 2 روز دیگه برام میاری، فقط یه کاری باید بکنم رنگش کنم. حالا رنگش هم بهتون اگر تونستم فیلم میگیرم مراحل رنگ کردنش کلا یه عکس از رنگ کردنش وقتی رنگش کردم بهتون نشون میدم و همین دیگه. خیلی هم ازش ممنونم. بعد کل پول ما از 500,000 تومان شد 1,000,000، یعنی 500,000 تومان سود. از دفعه قبلی هم 250,000 تومان سود کردیم. اینم شد از کارمون. البته اون قالبایی هم که داشتیم هنوز موند، ولی کل پول سنگمون تموم شد و مصرف شد. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی ممنون.